دوستان گرامی، امروز به شما ادامه قصه عجیب قرآنی داستان یوسف نبی علیه السلام را پیشکش نموده از درس و پندهای آن به شما میخواهم تقدیم نمایم. عبرت چهارم، خداوند از گفتگوی یوسف علیه السلام با پدر بزرگوارشان یعقوب نبی علیه السلام که یوسف خواب عجیبشان را به پدر قصه میکردند نقل نموده فرموده است: اذ قال یوسف لأبیه یا ابت اینی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. آنگاه که یوسف به پدرش گفت: ای پدر، من در خواب دیدم که 11 ستاره با آفتاب و ماهتاب پیشم سجده می کردند. خواب یکی از اسرار عجیب عالم هستی بوده، علم بشر تا حال به شناخت حقیقت آن نرسیده است. خوابهای نیک از جمله الهامات خداوندی بوده، تعبیرهای خاص خود را دارند. تعبیر خواب کار هر نفر نیست. دانش آن را تنها با راه خواندن به دست آورده نمی شود، بلکه شخص معبر همراه با علم و دانش وسیع می باید صفای روح، پاکی باطن، پرهیزگاری کامل نیز داشته باشد. عبرت پنجم، خداوند می فرماید: اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین. برادران یوسف در میان خود گفتند: همانا یوسف و برادری او نزد پدر از ما دیده محبوب ترند، در حالی که ما گروه نیرومندیم. چرا آن دو را به ما برتری داده است؟ همانا پدرمان در خطای آشکار است. والدین را می باید با فرزندان خود محبت و توجه برابر داشته باشند تا میان آنها نسبت یکدیگر کینه و حسادت ایجاد نگردد. اگرچه یوسف علیه السلام از این سبب که از برادرانشان خردتر بودند و مادرشان نیز درگذشته بودند سزاوار مهربانی بیشتر از پدرش بود، ولی با وجود این عمل باعث ناخوشی برادران گشت و نهایتاً شیطان از این در بدلهای آنان وسوسه کرد. عبرت ششم، برادران یوسف با پدرشان یعقوب علیه السلام گفتند: ارسله معنا غدا یرتع و یلعب و انا له لحافظون. ای پدر، فردا یوسف را با ما بفرست تا در چمن بگردد و بازی کند و البته ما او را از هر گزنده حفظ خواهیم کرد. گاها در زندگی کسانی را واخوردن ممکن است که با زبان نرم و شیرین با شما همچون شخصان غمخوار حرف میزنند، ولی در دل به شما قصد بد دارند. اینچنین قرآن به ضرورت بازی برای کودکان اشاره نموده است. میباید والدین برای کودکانشان شرایط بازی را فراهم نمایند. بازی برای کودک فایده های زیاد جسمانی، ذهنی و روانی دارد. دوستان گرامی، پند و عبرت ها از قصه یوسف علیه السلام ادامه دارد. حتما ما را منتظر باشید و اگر این نوار به شما پسند آمده باشد و دوستانتان نیز فرستید تا نوارهای دیگر. الله شما را یار باد و یاور.